یکی از عذابهایی که خداوند بر شخصی که از ذکر خدا روگردان شد بعد از اینکه از قوم موسی بود، آدم درستی بود، وقتی که توانمند شد زکات مالش رو پرداخت نمی کرد، به فقرا رحم نمی کرد، خیر نمی کرد، صدقه نمی داد، ترحم نداشت. میگو با زور بازوی خودم در آوردم، خودم تلاش کردم برم به فقیر بدم، برم خیر بکنم. این فکر میکرد که با خیر کردن نیاز فقیر رو برآورده میکنه و مال خودش کم میشه. خداوند زمین رو زیر پاش باز کرد، خسفنا بهی، زیر پای خودش، و به داره الارض، زمین قصرش خودش رو بلعید. بعد به امر خدا زمین به هم آمد. انگار قارونی وجود نداشت روی زمین. از تواضع زمین سوء استفاده نکنیم. هرچی میخوایم محکم میکوبیم، با تکبر، با غرور، با ویراژ، با ماشین، با تجبر، با ظلم. ما فکر میکنیم زمین حس نداره، احساس نمیکنه این تکبر ما و غرور ما. صبور هست. وقتی خدا بهش اجازه میده که از این جبار متکبر انتقام بگیره، خودشو میتکنه، باز میشه میبله. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. سبحان الله. اگر انسان مؤمن عاقل بفهمه که با خیر کردنش به فقیر رحم نمیکنه، در حقیقت به خودش داره رحم میکنه و نیاز خودش داره برآورده میکنه، دیگه همچین نگاهی به فقیر نداره، همچین نگاه بدی به خیر نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که انسان روز قیامت زیر سایه چتر صدقشه. حالا کی نیاز داره؟ چقدر باید التماس فقیر بکنی، قربان سرش برید، خواهش ازش بکنید، اگه میشه این خیر منو تحویل بگیر تا چیزی آیدم بشه گیرم بیاد. اگه تو تحویل نگیری چیزی به من نمیرسه، من فقط حمالم. واقعا بعضی حمالم. میترسن که حالا چطوری نگهبانی بدن، هر لحظه احتمال داره بهش حمله بکنن، گروگانش بگیرن، بکشنش، ترورش بکنن، ماشینش بدزدن، مالش بدزدن. ولی خیر و زکات و صدقه این ضمانته. اینجاست که فقط راه خدا و دین خدا و ایمان به خدا و محبت خدا و عقیده به خدا و استقامت در راه خدا فقط نجات دهنده است و پناه دهنده است و پناهگاهه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن: ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. من شما را بر راه و منهج و برنامه روشن و درخشان و بیضا، یعنی درخشان و سپیدی که هیچ لبسی توش نیست، هیچ شکی توش نیست، هیچ خفایی توش نیست، هیچ تاریکی توش نیست، رها کردم بعد از خودم. بعد اینطوری توضیح داده و تشریح کرده: لیلها کنهارها. شب راه خدا روزه، راه خدا شب نداره، تاریکی نداره. شب که میشه دیگه بندگان خدا توی یک سوم باقی مانده شب مباشرتا متصل میشن به رب العزت و الجلال. اونجا دیگه روشنی کامله. شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنن.
سبحان الله. پس تنها راهی که شب نداره و تاریکی نداره راه خداست، محجة البیضاست، لیلها کنهارها لا یزیغ عنها الا هالک. کسی از این راهی که شبش مثل روزش روشنه منحرف نمیشه مگر اینکه هالکه. آدم اگه تو روشنایی بیفته، تو روشنایی سقوط بکنه، کسی تو تاریکی تو چاله بیفته اون یه چیزی تاریکه، ندید سرش به تیر برق خورد. و کسی تو روشنایی سرش به تیر برق بخوره حتما چشمشو بسته غافل بوده، الان خورشید داره میتابه. کسی معذور نیست که این نور رو نبینه مگر یک نفر این که چشمشو ببنده. پس وجود نور کافی نیست برای دیدن، باید چشمم باز باشه. وجود پیامبر و قرآن کافی نیست برای هدایت، باید تو هم پذیرش داشته باشی. اگر کافی بود پس ابو جهل هم هدایت میشد، ابو لهب هم هدایت میشد. ما خود تو را ندیدیم نام خوشت شنیدیم، اما ابو جهل دیده، ابو لهب دیده، ام جمیل دیده، ولید ابن المغیره دیده. ما خود تو را ندیدیم، نام خوشت شنیدیم، دین تو برگزیدیم یا مصطفی محمد صلی الله علیه و